سلام. امروز یکی از دوستان عزیزمون یه دونه دستگاه در واقع تبسنج گوش و پیشانی برای ما ارسال کردن دیجیتالا و گفتن که دستگاهشون درست کار نمیکنه یا اینکه عدد رو درست نمایش نمیده. خب ما برای تست این دستگاه اول باز میکنم ببینیم که خب 2 تا باتری نیم قلم میخوره. بله همونطور که میبینین اگر که فوکوس تصویر بله ببینید که عدد درست نشون نمیده. خب برای تعمیر این دستگاه ما اول پیچ‌های پشت دستگاه رو باز میکنیم. ببینیم مشکل از کدوم قسمتش. خب پیچ دیگه ای هم که نداره. احتمالاً با حالا یه خار واکن و به آرومی از در واقع خب بله ببینید که باز شد و از این قسمت ما میتونیم به LCD دسترسی پیدا کنیم. 4 تا پیچ همونطور که میبینید این قسمت ها هست، اینا رو هم باز میکنیم. اول همیشه LCD رو چک میکنیم. زمانی که نمایشگر مشکل داره اول صفحه نمایش رو چک میکنیم ببینیم که فقط حواستون باشه این سیمایی که اینجوری به صورت حالا وایرپ اینجا هستن، سیمای نازکی که اینجا هستن احتمال پارگی و کنده شدنشون هست. همونطور که میبینیم این قسمت رو هم با چسب نگه داشتن. خب بله LCD به صورت فلت های کربن اینجا هستش که خب احتمال داره اینا معمولا کثیف که میشن خوب کار نمیکنن. ما یه در واقع اگر که یک کاغذ داشته باشیم، یک کاغذ سفید و تمیز داشته باشیم به این صورت یه مقداری حاول کربن رو روش میکشیم. خب دوباره دستگاه رو سر جای خودش ببندیم. از این ور هم اگر که چون احتمال این که نصف نیمه چون LCD سالم بود همونطور که دیدین خود LCD سالمه و شکستگی نداره. توجه داشته باشین این LCD ها اگر کوچکترین شکستگی در اطراف لبه ها و اینا باشه احتمال این که درست نشون نده هستش. خب این LCD سالم بوده احتمالاً از این اتصال در واقع کربنش درست برقرار نشده که داره در واقع نمایش ما با صفحه نمایش ما با خلل مواجه شد. خب با آرومی اینو سر جای خودش قرار میدیم. خارهای ریزی هم داره، حتما توجه داشته باشین که این خارها رو نشکنین که بود دقیقا سر جای خودش قرار بگیره. یه دونه اینجاست یه دونه همینجاست. خب ما پیچا رو میبندیم، ادامه ویدیو رو همراهتون خواهیم بود. خب ما این در واقع 4 تا پیچ رو بستیم. مجددا در دست بازم تاکید میکنم این سیما رو حتما حواستون باشه که با یک قرار گرفتن تو جای نامناسب یا این بین میتونه کنده بشه، پاره بشه و کارتون رو با مشکل مواجه بکنه. از این سمت هم
این از اون بالا که خارجا انداختیم. از این برم حواستون باشه که با همون در واقع ببینید این پایه های باتری باید توی اون شیار خودش قرار بگیره. خب به این صورت ما این رو بس مجددا این دوتا پیچ انتهایی رو هم سر جای خودشون قرار میدیم. باتری ها رو مجددا داخل دستگاه میذاریم و یه تست بگیریم ببینیم که بله همونطور که دیدید بدون هیچ هزینه‌ای در واقع دستگاه ما مشکلش برطرف شد و عدد رو به خوبی داره نمایش میده.